سلام، چطورین؟ خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره که با هم یه حواشی فیلم پیرپسر، خودش، نظری که راجبش دارم و به اینا بپردازیم. یه شدم شروعیه دیگه. فقط دو تا نکته قبل اینکه شروع کنیم: یکی اینکه اسپویل داره ویدیو و دوم اینکه من منتقد نیستم. بریم سراغ ویدیو. آقا قبل از هر چیزی که به خود فیلم و اینا بپردازیم، همه تقریبا اومدن راجع به فیلم پیرپسر صحبت کردن، نقد کردن. اینا ما هم موافق آزادی بیانی، هم میتونن نظر بدن. ولی جالب تر از همه آقای رائفی پوره. یاد همین خانواده‌ای میفته که تو برادران لیلا روستایی نشون داد، تو اینجا آقای براهنی نشون داده. ایشون اول از همه که میاد صحبت کنه میگه این فیلم بنیان خانواده رو هدف گرفته. نه آقا، اصلا فیلم دغدغه اجتماعی نداره. یه فیلم درامه. هر فیلمی که پدر داره، پدرم تو خانواده بده که نمیخواد مثلا چه میدونم بنیان خانواده ایرانی و چه میدونم فلان بیسار و این چیزا رو تضعیف کنه، که یه فیلم یه داستانی داره دیگه. آقا چرا شما انقدر جدی میگیرید؟ بعد اینکه ایشون میاد میگه آقای اکتای براهنی که اسمش هم اکتای برادر چنگیز خان مغول بود. من چه اصراری دارم مثلا خانواده رو مثلا اسامی مذهبی روش میذاره که اسمش علی و این که رضا. بابا تو اسم خودت اکتای تا اونجا که من میدونم پسر چنگیزخان مغول بود. این چه حرفی میای آخه تو رسانت میزنی؟ این چه حرف زشتیه اصلا. اسم اکتای به کنار، خود اسم چنگیز، ما چند تا چنگیز داریم توی ایران. خب خیلی زشته دیگه. یعنی چون مثلا چنگیزا اسمشون با چنگیزخان مغول یکی بوده، ما یه لیبلی چیزی بهشون بچسبونیم. آره هر جانی که جانی نیست که. میفهمین چی میگم؟ بعد در پیرو همین اسما میگن اسم ائمه رو گذاشتن. اول از همه اسم پدر داستان که شخصیت بد داستانه غلام اسم ائمه اینا نبوده. اسم پسراش که اتفاقا پسراش نقش خوب مثلا داستانن علی و رضاست. حالا آقا از هر 100 تا ایرانی شما 50 تا علی پیدا میکنید، نمیدونم 20 تا رضا پیدا میکنید. یه اسم خیلی رایجه تو ایران دیگه. مشکلش چیه؟ حالا بگذاریم آقای رائفی پور. من امیدوارم نقد رو بسپره به آقای فراستی و امثال هم. شما دیگه نقد نکن لطفا. با احترام. آقا یه ذره خوبیای فیلم بگم، چون فیلم واقعا خوبه. 3 ساعت شما رو نگه میداره. همین اولیشه. بعد فضاسازیش واقعا نمیگم درجه 1، ولی مثلا 8 از 10 میگیره. اون خونه چرک زده یا اصلا حسن پور شیرازی جورابو در میاره، یک بوی گندی میخوره به مشامتی. یعنی واقعا حس رو منتقل میکنه. اون ببخشید چیزی که میکشه به طبیعی ترین حالت. یعنی من مطمئنم حداقل 10 کیلو تریاک سر این فیلم سوزونده شده. مثلا خیلی طبیعیه، نمیشه انقدر با جزئیات. یه تیکه داره اصلا حامد بهداد توی کتابخونه است، بعد داره با دختری که صحبت میکنه مثلا با هم آشنا بشن فلان بیسار. این کتابه میفته اینوری میشه، بعد از ترس اینکه نیفته زمین نگاه میکنه. کلا یه ذره دقت شده تو فضا سازی اینا که این خوبه برای سینمای ایران. فقط من نمیدونم حامد بهداد چرا با دختر داشت صحبت میکرد. چی اون پسرم اومد گفت این خونه من اومده، ما هم گفتیم طبیعتا داره دروغ میگه دیگه. 4 تا سکانس بعد دختره با مرده توی اتاق بود. منطقشو نمیفهمم. بریم سراغ بازیگری هم به نسبت خوبه خدا رو شکر. مثلا همین آقای محمد رضا داوود نژادی که میبینید، این تو هر نقشی که هست قهوه خونه داره و نمیدونم اون پشت هم با رفیقاش دارن مواد میکشن. یعنی اکثر نقشاش همینه، ولی بیشتر این جایی که نشسته اینجاست. یعنی چون دقیقاً این فیلم یه همچین کاراکتری رو میخواد. بعد انتخاب بازیگری فیلم خیلی خوب بوده دیگه. حالا بگذاریم که دقیقاً حامد بهداد هم مثلا تو بیرون از زندگی واقعیش هم همین شخصیت داره. من یه چیز به خاطرم بگم تو پرانتز، عموی من داشته از کیش می اومده به تهران، دقیقاً بغل دستیش حامد بهداد بوده. بعد یه بچه اونجا بوده، بهش میگم برقص اینجا، اگه برقصیم میبریم مثلا خلبانو ببینیم. بچه میرقصه، میره با مهماندار صحبت کنه، مهمانداره میگه نه. بعد حامد بهداد میکشتش میگه نذار عزت نفستو خورد کنن. این چه حرکتی بود دیگه؟ نذار کسی بهت بگه چیکار. خود از این فازای روشنفکری فلان بیسار از اینا داره دیگه. این یه کلیپ بود خوانندگی میکرد، خدایا چه ضربه‌ای به صنعت خوانندگی زد. حالا بازیگریش هم تو این خوب در اومده ها. همون فیلم قبلی اتفاقا از فیلم قبلیش داشتن برمیگشتن از کیش به تهران. یه فیلمیه که نقش
2 نفر رو بازی میکنه یا 2 تا داش دوقلو رو بازی میکنه، خیلی فیلم بدیه واقعا. من فکر کردم کریرش تموم شه بعد اون فیلم، خیلی افتضاحه. ولی گل سرسبد بازیگری که آقای حسن پورشیرازیه دیگه، اصلا ایشون یک جوری این چیزو میکشه واقعا حس میکنی 30 ساله این کار است. دور از جونش، من منظور چیزی ندارم، اصلا این قلقلیه رو که برمیداره هوس میکنی تو اینقدر. یعنی بعد همینجوری شیشه مشروبا رو برمیداره میخوره میره بالا. کلا وسایل دم دستش خیلی خوب استفاده میکنه. حالا جلوتر بریم بهتون میگم، تو یه بخشی که مشکل دارم اونجا بیشتر ببین میپردازیم، ولی بازیگریش واقعا 10 از 10. چه بریم سراغ خانم لیلا حاتمی. لیلا حاتمی رو من بازیگریش رو یه ذره از بقیه سطحش رو پایین‌تر میدونم تو این فیلم. چرا؟ ایشون مثلا قراره شخصیت اروتیک جذاب باشه دیگه، خب ما اینو باید تو اکتش ببینیم. نمیگم نمیبینیم، کم میبینیم به نسبت. شما از سکانس اول رو پای ایشون زوم میکنی که مثلا اینجوری قدم ایشون برمیداره جذاب و پای، ببخشید حالا واردش نمیشیم، حسن پورشیرازی هم که فوت فتیشه، یه سوزن به تارانتینو زده کارگردان. میاد جلوتر از اونجا که دقیقا خارج میشه، خب اوکی ما فهمیدیم ایشون اینو میخواد، مثلا جذب ایشون شده. 2 تا پسر رد میشن درجا به این میگن خوشگل، دیدی دخترش خوشگل بود. آقا خب باشه من فهمیدم، چرا تو چشم میکنی؟ بعد تو تهران الان کسی واقعا اینجوریه؟ حالا تهران بود دیگه فکر کنم، اصلا تو ایران اینجوری نیست. شما دختر رد چه درجا با رفیقش رد چه اینا بگن اون چه خوشگل بود، اونم لای اون جمعیت. حالا از اینجا به بعد مشکلای من با فیلم شروع میشه. آقا فیلم نامه پر سوراخه، فیلم تخیلی نیست. اگه تخیلی بود من قبول میکردم، آقا یک درامیه از دنیای واقعی ما نشأت گرفته دیگه، خیلی چیزاش به واقعیت نمیخوره. اول از همه لیلا حاتمی نیازمنده، کدوم نیازمندی همچین لباسایی بپوشه؟ بعد جا هم مثلا انگار نداره، خونه پدر مادرش جا به اون خوبی، ماشینش هم که پاتروله، نصف جوونا آرزو دارن اون ماشینا داشته باشن. یعنی من نمیدونم این چه نیازمندی که این سر و بس. تازه تو جمع مثلا بازیگرا و فلانای مشهور هم میره که کار بگیره، اصلا خیلی اوضاع این آدم ردیفه. نیازمند همون حامد بهدادیه که چیزه در میاره 500 تومانی بهش میده میگه زیر خط فقری، واقعا اون نیازمنده نه این. سوراخ‌های دیگه هم که فیلم داره، حامد بهداد یه جای فیلم میگه من 40 سالمه، اونه که پسرم لابد 30 سالشه دیگه. آقا تو یک آدم خوب کتابخون و فلان بیسا عقلت میرسه، 40 ساله نتونستی مستقل شی؟ یه خونه اجاره کنی برای خودت؟ شما هر کاری انجام میدادی، تو رستوران هم میرفتی، چه میدونم کارگری، هر کاری میکردی به هر حال یه خونه میتونستی تو 40 سالگی اجاره کنی، خرج خودتو در بیاری، مستقل باشی. چیکار کردی که نتونستی؟ با منطق خوب جور در نمیاد دیگه. میگیری چی میگم؟ بعد اصلا جای خوب داستان از نیم ساعت آخر به بعد شروع میشه، یعنی قشنگ گازو گرفتن رفتن که به اون جایی که میخوان برسن. لیلا حاتمی جایی که رعنا بود اسم شخصیتش، تصمیم میگیره پولو پس بده به بابایی که بره با پسره. آقا اول از همه تو چرا پولو ندیدی به خود حامد بهداد، خود علی پیرپسر که پولو بده به بابا؟ این 1. 2 شما یه جای قرار گذاشتین که آدم بود اون دور و بر دیگه، آقا رفتی اومدی در ماشین رو باز کردی، پولو مینداختی میرفتی بیرون، اصلا نمیشستی تو ماشین. چرا نشستی تو ماشین؟ حالا نشستی تو ماشین بعد منو ولم کن بیسار اون حرفه رو زد، اون تنشه پیش اومد. حسن پورشیرازی یه آدمیه که حداقل 65-70 سالش هست تو فیلم، یه چک زد خوابید، یعنی رعنای فیلم بیهوش شد با یک چک. دکستر تو کل 10 فصل همه رو یه آمپول میزد که فیل کار مینداخت میبردشون، این با یه چک کار رو در آورد. بعد من عجیبه برام آقای اکتای براهنی نویسنده فیلم عنکبوت مقدس بوده، خب قطعا به اون پرونده اشراف داره دیگه. عنکبوت مقدس که اگه با یه چک میخواست ببخشون همه اون فاحشا رو بکشه که الان 50 نفر رو کشته بود. مگه میشه اصلا؟ این یه سلسله مراتبی باید طی بشه که آقا من اصلا میگم باشه میخوایم بکشش تو فیلم بکشش، اینو قشنگ اجراش کن. چه اجرایی؟ خب معلومه باورپذیر نیست برای من.
اون با چک طبیعتا اینجوری بیهوش نمیشه. بعد اصلا چرا پولو نداد به پسره؟ بعد یکی دیگه هم سوراخ‌های فیلم هم اینه که پول از کجا میاره. این آدم خیلی پول داره، یعنی اول از همه کاری به مواداش نداریم که اینقدر خرج مواداش میکنه. 1 میلیارد یورو از ناکجاآباد میاره میده به دختره فقط اینکه برای اینکه یه شب باهاش باشه. 1 میلیارد تومان این آدم، اینم با عقل جور در نمیاد. حالا آقا کلکسیون شیشه مشروباشو دیدید دیگه؟ این شیشه مشروبه انقدر خوبه، تو اون صحنه‌ای هست که میکوبه به تلویزیون، این کوبیده میشه به تلویزیون، شیشه مشروبه نمیشکنه، شیشه مشروبه نمیشکنه، تازه نمیریزه، حسن پورشیرازی برمی‌داره بقیه‌اش هم میخوره. این واقعا یعنی اون طبیعتا شیشه مشروب تولید چه میدونم ساوه و اسلام شهر نبوده که شیشه مشروب از اون وری اومده، جنسش هم خوبه دیگه. خب شما قطعا یه پول خیلی هنگفتی بابت اینا دادی، بعد شما که اینقدر پول داری چرا وضع خونت مثلا اینجوریه؟ چرا وضع ماشین رو اونقدر کثافته؟ خرج بچه‌ها نمی‌کنی، خرج خودت که بکن. دهن سرویس میگه چیزه، یه جا هست میگه شورت ندارم، 2 روز شورت نپوشیدم، 2 تا شورت دارم. تو میری ماشین لباسشویی برای اون طرف بگیری، ماشین ظرفشویی بگیری برای اون طرف، برو شورت برای خودت بگیر، منطقی نیست. بعد بازیگری آقای حسن پورشیرازی هم اینجا بهشون یه سری بزنیم و بازیش که فوق العاده است. یعنی من فکر نکنم منفورتر از این کاراکتر توی سینمای ایران داشته باشیم. مثلا اون گربه توی چیز بود، مدرسه موشا بود، اون شاید منفورتر از این باشه، یعنی من کسی دیگه سراغ. بعد حالا میرسیم به اصل داستان. آقا من از پایان فیلم پیرپسر متنفرم. این پایان آشغال زباله است، تو دیواره، یعنی صرفا فقط و فقط برای اینکه یک پایان شوک انگیز داشته باشه، مثلا تو ذهن شما بمونه، رو مخ شما بره، یه همچین چیزی پیش میاد. هیچ منطقی نداره، هیچیا. اونجایی که بازی شاهکار آقای حسن پورشیرازی میبینیم که میگه شیطان رجیم منم در حموم میبنده، دقیقاً باز دوباره با همون شیشه مشروب در حموم هم قفل کنه. شیشه مشروب عجب چیزی بوده واقعا. حالا بگذاریم، بعد میاد جون نداره که قفلو بشکونه با چکش، چون این آدم 3 روز خماره دیگه، بعد سنش هم که ماشاءالله سنی نیست که چیز باشه. این آدم یهو جانویک میشه. ما شنیدیم آقا قدرت تریاک بالاست، من باشه قبول، تست نکردم نمیدونم، داوود شما میدونی، ولی قدرت تریاک انقدره که شما بعد از 3 روز خماری با اون سه حریف 2 تا نرخر یه 40 ساله 30 ساله بشی که یکیش قد دست و بلندتره. چی جوری؟ بعد قربونش برم ماشاءالله آیکیو هم تو اون صحنه، آیکیو اون 2 تا پسر به 0 میرسه. میاد حامد بهدادو با چاقو میزنه، اون اینجوری میره تو شکم بابایی که با چاقو بزنه. این به کنار، یه چیز ور نمیداره پرت کنه. این میاد به حامد بهداد کمک کنه، یهو از کابینت میاد یه چیزی برداره حمله کنه به بابا هم با پا میزنه تو کابینت. خب معلومه میزنه، چرا کابینت رو یهو میاد چیز کنی که دستتون لا بمونه؟ بعد ماشاءالله سکانس دوام عالی، یه 2 تا هول میره، این کوبیده میشه. رضای اتفاقا گنده داستانه، بخشی گنده گویه داستانه. 2 تا هول میره اینجوری میخوره به قفسه، میفته زمین، میاد خیلی نمادین هم رو کلش میشینه، اینجوری بالششو میذاره خفش میکنه. آخر سر هم حامد بهداد یه چاقو میزنه، خودش هم میفته میبینه. خب این چه پایان آشغالی؟ این با کدوم منطق میخوره؟ تو اصلا میخواستی این پایان رو پیاده کنی، نمیدونم یکیشون رو میرفت شب تو خواب میکش. با هیچ منطقی این پایان نمیخونه عزیز من. فقط برای اینکه پایان شوک کننده بذاری، من حس میکنم فیلم به این خوبی ساختی 3 ساعت آدمو نگه میداره. حالا فیلم به این خوبی مشکلات داره، تو جهانی بخوایم بگیم نمرش مثلا از نظر من 5، تو ایرانی 7 نمرش به نظرم. ولی چرا همچین پایانی گذاشتی؟ ماشاءالله ملت هم همه میگن شاهکار بسا، چون ندیدن یه همچین جانری، اولین بارشونه که یه همچین جانری میبینن. با برید اولدبوی رو ببینید مثلا، پایان شوک کننده ببینید چیه، اصلا فکتون تا اینجا میفته و پایانم برای شما جور در میاد. یعنی اینجوری نیست که بگی جور دیگه این میشد این پایان رو پیاده کرد یا اگر چیز، نه، این پایان کاملا باشون
با ذهن شما جور در میاد، رو مختون هم میره، ولی پایان فیلم پیش پسر نه. یه مسئله آخر دیگه هم داشتم، این فیلم خیلی طبیعتا فروخته دیده شده. من نمیگم حقش نبوده یا بوده، بحث من اینه که برای تابو شکستن یک فیلم حقش نیست که معروف بشه صرفا برای تابو شکستن. متاسفانه تو ایران هم خیلی بابه. من مثلا میدونم که فیلم اکشن مدل جیسون استتامی تو ایران نداریم، این بیاد 100 میفروشه، میلیاردی پرفروشترین فیلم ایران میشه، ولی همچین فیلمی نداریم. چرا؟ چون مجوز نمیدن. طبیعتا اون صحنه‌ای هم که خانم لیلا حاتمی آزادی بر اون صحنه تابو مثلا شکستنش هست که تازه نشون نمیده، ولی تو سینمای ما تابوه دیگه. به هوای اون و این اتفاقاتی که پیش اومده یک تابوی و فیلم پیش پسر شکسته و اصلا ما فیلم ژانر اینجوری دارک اصلا نداریم. به هوای این طبیعتا خیلی معروف شده. حالا من نمیگم حقش نیست نه، ولی فقط به این دلیل هر فیلمی معروف بشه حقش نیست. مثلا فیلم الان خانم شاکر دوستم روی پرده است که نقش هم زن بازی میکنه هم مرد، یعنی گیری میکنه نقش مرد بازی میکنه. خب معلومه این فیلم میترکونه چون یه تابویی داره میشونه، اما اون فیلم واقعا خوب هست یا نه اینو باید برید از منتقدای مثلا اهل فن ببینید، نه یکی مثل من فقط صرفا یه فیلم بازی هم که زیاد فیلم میبینم. من خیلی هرس خوردم سر این ویدیو، فکر می‌کردم ویدیو میخوام فانتور باشه ولی بیشتر هرس خوردم تا اینکه چیز بشه. فیلم رو اگه دوست داشتید ببینید یه خورده رو اعصابتونه. مثلا میگم که نمرش بین ایرانی‌ها 7، بین جهانی 5. یه تصمیم گیریش با خودتونه. منم این چیزا یه ذره اینجا گیر کرده بود، گفتم بیام راجبش صحبت کنم بگم دیگه. مخلصیم، خدا هست، مشکلی نیست، چشم هم بزنی قادری نیست. خداحافظ.